ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. انشالله بعد از این مشکلات دوباره خوشبخت خواهد شدیم. روز بخیر کاکا رمزی. خوش آمدین، صفا آوردین، بفرمایید. خوش آمدی دختره. خوش باشین. به نظر کارات بسیار خوب پیش میره. خوب از بچه‌ام، خدا را هزار بار شکر. دیروز به فروشگاه آمده بودم به خاطر تبریکی، اما شما را دیدن نتونستم. خودت بهتر میفهمی کاکا رمزی. در این روزا کارا بسیار زیاد است، هیچ بیکار نیستم. خوب است دیگه، زندگی از دیر میشه. براتون چی بخوایم؟ نه خیر، زیاد وقت نداریم. به خاطر که باده خانه میپاله. حتما پیش شما خانه خوبی است. البته که است. چه قسم خانه میخوای دخترم؟ زیاد بزرگ نباشه. فقط ما و مادرم زندگی میکنیم، اما رو به آفتاب باشه. یا برات یک شانس از کاکا رمزی. مهارت خود نشان بده. البته این کار براتون میکنم. پیش ما یک چند تا خانه است، تمامش براتون نشان میدم. بفرمایین محترم عادت بریم. درست است. محمد بچیم، چی گپ است؟ از وضعیت هوا و یوسف که خودت خبر داری بچیم؟ این دفعه از بد بدتر شد. چی میشه که شما 2 نفره با هم آشتی بندازین بچیم؟ بسیار خوب میشه. رمزی کاکا راحت باشین، از اونها عشق نه، از جنون است. رمزی کاکا تو تشویش نکن، تا شام دوباره آشتی میکنن. انشالله. خوب هستین؟ یوسف خانی را از شرکت روان کردن، گفتن مهم است. تو را قبل از یافتن میخوایم جستجو کنم. تو را پیش از دوست داشتن میخوایم درک کنم. همراه تو شروع کردن نمیخوایم به پایان برسم، بلکه میخوایم همیشه با تو از نو آغاز کنم. نمیفهمم دموهای تو چی جادویی بود،
وزش باد موهایت مقبول ساخته بود یا چشمای من مقبول می دیدش؟ موهایت به هر حالت خوشم میاد. تو را از خودت هم کده بیشتر من میشناسم. میخوایم تو همیشه در زندگیم باشی. با اندازه من هیچ کس با تو نزدیک شده نتونه. تو تمام دارایی زندگیم هستی. یلماز خود بلی از خدا اجازه بده که داخل برم. یوسف بسیار جگرخون از بچه ایمده او حالت دیده نمیتونم. حمیده ما توانایی نداریم که به دردای بچی ما درمان شویم. با اینکه یک چند روز تنها باشه مشکل خود حل کنن. گوش کن ما با وقت نیاز داریم. وقت درمان هر درد هر وقت هست. هر وقتی که بچه ما از ما کمک خواست ما برش کمک میکنیم خانم. هوا دخترم برای شوربا پخته کرده. دیگه اینجا چقدر صبر کنیم ها؟ هر قدر که ضرورت باشه خانم. میبینی؟ شیروار بچه ما به چی حالت آوردم؟ بیشرف ها. چی کنم خدا که بچه ما از دست اونا نجات داده بتانم. صبر میکنیم حمیده، صبر میکنیم. سر زخمای بچه ما نباید نمک پاش بتیم. هر قدر که ضرورت باشه صبر میکنیم. درست است یلماز خان، درست است. هر قدر که میخوایی صبر کن، هر قدر که میخوایی چوب باش. میفهمی یلماز خان، من مادر هستم. به خاطر اولاد خود تمام دنیا را با آتش میزنم، اما مثل تو شیشتا صبر کردن نمیتونم. باز میبینی که او احمقا را به چی حالت میرسانم. همین جه نشانی باشه. کجا میری حمیده؟ سلطانه، مراد کجاست؟ آشپزخانه است. مراد اینجا بیا. گوش کو چی میگم. عاجل خانه هوایشان رفتن. هر چیزی که برایشان به خاطر نامزدی داده بودیم، یعنی تمام لباسا، زیورات، هر چیزی که باشه تمامش گرفتم یاری. فهمیدی؟ محترم خو اصلا از یاد نبری. حتی وقتی که می آمدی. ببین مراد، دکانم یک دفعه
اوشکونی فراموش نکنی. درست است. او دکان حتما از اونا میگیریم. چی سیل داری؟ حالا دیگه تو هم برو، همراه مراد کمک کن. بیبی حتی یک دستمال هم از پیشتان نمانه، فهمیدی؟ آی خانم آی سلطانه، بیاین آی سلطانه کم مانده که بیاین بمونم. بیاین بشینین آی بیاین بشینین بیاین. سلطانه دوای فشار ما بیار. درست است. آی زندگی ما وقت بهار میشه که تو در کنارم باشی. دوستت دارم. بچیم کجا میری بچه؟ کم هوای تازه میگیره. یوسف من، یک دانه لطفا متوجه خود باش. من بدون تو زندگی کردن نمیتونم. لطفا متوجه خود باش. یک دانیم درست است؟ بچیم
به خدا هوا بسیار بدبخت است. مراد دی دنیا هرچی کش کنی همونه درو میکنی. خانم حمیده چی گفت؟ زود شو، عجله کن. روز بخیر خاله شریفه. بفرمایید. ما را خانم حمیده روان کردن. تمام تحفه هایی که تا امروز به هوا روان کردن را دوباره میخواین. محترم میخواین. مادر خیریت باشه. خیریت است. خانجی اغلوها به خاطر کشیدن مالشان از آتش سوزی خدمتکارای خود روان کردن. یعنی چی؟ یعنی تا حال هر چیزی را که به هوا دادن دوباره میخواین. با کدام مناسبت؟ اونا انسانیت فراموش کردن؟ از اینکه نامزدی را اونا فصل کردن اموال پیش ما میمانه. پس شو. صبح به مکه رفته کارای دکانم خلاص میکنین. دکانم دوباره میخواین. خب دیگه چی امر؟ چی خدمت کنم؟ پش را سر رای. مادر تو به خدا این چی کار است که در حق ما انجام دادین؟ شما هیچ شرم ندارین؟ فقط که چشم مدعی مالای شما دختر شده بوده. مادر لباس عروسی به منشان نگیر. الاکو دختر دور شو. اینجا قلب دختر بیچاره میسوزه و اونا در قصه مال و اموال خود هستن. این اینجا هست. دکایش کجا شد؟ به فایده اینجا نباشه. ما یک لیرام به کسی نمیتون و او دکانم شخصا از خودم از هیچ کسی از پیشم گرفته نمیتونه. حالا دیگه از پیشونیم گم شوین. گوش کنین چی میگم. بخوان جیغله ها بگوین که مال داده شده پس گرفته نمیشه. به از روی قدر کارهای در حق ما کردن برشان یک لیرام نمیتون. زندگی دخترم تباه ساختن. حال پشت مال خود آمدن. بگیرین اینه، بگیرین تمام اموالشانه بگیرین. و ها ایران به یوسف خان بته حوازش قرضدار بود. همه قدر برشان بگو که یک لیرشان هم پیش ما نمانده، مطمئن باشن. بگی چه بکنی خانم؟ این همه حق ماز نامزادی را خونه فصل کردن. تو مداخله نکن رمزی، با آنکه تمام چیز خود از اینجا ببرن. زن انگشترها را موندی چطور؟ نمیفهمی که اینا چقدر ارزش دارن؟ چی را سیل دارین؟ کل چیز خوب براتان آوردم، زود باشین ببرین دیگه. یک دقیقه صبر کنین. این کلید محترم بگیرین برین. حال دیگه پیش رویتان خوبی. برین. خانم تو چطور بدون اجازه من تمام اموال جمع کرده برشان دادی ها؟ من رئیسی خانه هستم یا نوکری خانه؟ اگه پدر می بودی دختر خدا به این حال نمینداختی. ما لباسای خانجی اغلاها را هیچ ضرورت نداریم. لباسای اونا برای مهم نیست زن. تو چرا انگشترها را برشان دادی؟ باز رفته بی عقلی کرده کلید محترم آوردی برشان دادی. کمی صبر کن. بعد از این کلید دکانم برشان میتی. یک لیرام پیشت باقی نمانه، فهمیدی؟ دیگه فرمایش نیست. گوش کن خانم، تو همه قسم خواب بیبی. ما بعد از 40 سال صاحب یک دکان شدیم. او را به خاطر ای دختر از دست نمیتون، فهمیدی؟ رمزی مرا دیوانه نساز. تمام روابط ما همراه اونا ختم شده. ختم شد؟ راست میگی؟ خب پس ما در مقابلشان چی کردیم؟ دقیقه وقت دختر ما نامزد یوسف خان بود. او چطور میشه؟ پدر لطفا دیگه پارا نزنی. همراه تو بدن گپ میزنه. توف با تو وری پدر بی غیرت. فقط دروغ میگم. حالا که کل چیز خلاص شد باز مام چوب نمیشینم. حساب کل چیز ازشان میپرسم، فهمیدی؟ خدا جزای تبتر رمزی دیوانه. تو هیچ انصاف و وجدان نداری؟ بیازو به اندازه کافی در بین مردم رسوا شدیم. تو چی میگی؟ وجدان انصاف در بازار فروخته میشه. من خود رو بخرم خانم شریفه چطور؟ الاین بته احمق، الاین کو. هیچ کس مال من شده نمیتونه.
خداوند جزایت بده رمزی، خدا جزایت بده. دو آمدو. اما تو همراه دانت بازی میکنی قسم نمیشه. اگه میتونی تو هم با دهنت بازی کن. اما ای به گپ هر کس گوش نمیکنه. میفهمی حقت است که ببازی. قبول میکنم. شکست خوردم. حالا هرچی که میخوایی بخوای باده خانم. صبر کو فکر کنم. کیک چاکلت دار. با دستای خود آمدم ایسازم وعده میتونم. آی نه خیر نه. بسیار جوان هستم، نمیخوایم به خاطر یک کیک بمرم. وقتی که مزهش چشیدی باز از این گپت پشیمان خود شدی. آی محمد دهی گل صبح مرا بسیار خوش ساختی. اگه نه جگرخون بودم. دامار همیشه خوش میسازی بادم. بسیار میبخشی. اگه تو کدام اعتراض نداشته باشی میخوایم بعد تو به صفت یک دوست ببینم. زیاد کوشش کردم این گپ بر بگویم اما موفق شده نتونستم. سر قلب خدا کم شده نتونستم بادم. از این پیش هرگز قسم احساس نداشتم و تو را واقعا دوست دارم بادم. میبخشی جانم. درباره گپا قبلا آمادگی نداشتم. دفعتا از ذهنم برآمد. محمد من لطفا چیزی نگو بادم. فقط درباره گپای من فکر کن. باز این مورد گپ میزنیم، درست است؟ حالا باید بریم اگه نه جلسه سرمون وقت نشه. توبه توبه. ولی از خدا تو کجا گم هستی بیادر جان؟ کاری یوسف تمام میکنم و گفته خدا گم کردی. اگه کدام نقشه نداریم از اینجا برو. بیادر تام به وقت بانگ میتی. همینجا گپ زده میشه. برو داخل. با نظرم تو خوب معلوم نمیشی. طرف ما ببین. نیکه این وضعت به این دختر ارتباط داره. یا نظارت من قسم معلوم میشه. ای این وضعیتت فقط عاشقا میفهمه. پس همراه یکی دیگه خوب جور میم. انشالله به مزیدی از من خبر خوش مشنوی. خداوند مهربان است. اما باید پیش از سنگه که به نام یوسف از راه خود دور بسازیم. باز وقت تو به هوا و ما هم به باده چشم بادامی خود میرسم. خوب. پس این کار چه قسم انجام بدیم؟ ما اوضاع دقیق بررسی کردیم. از طرف شب در گدام فقط قدیر می باشه. ای توبه پنار. یعنی در این قصر بزرگ هیچ جای نیافته که اینا را در اینجا وردی؟ خانم من گفتم شاید یک دفعه اینا را ببینین. اینا چی هستون حمیده؟ توفه هایی که بچه ما با او دختر خریده بود. کاش که لیاقتش می داشت. وها شریفه خانم ای پولم روان کردن. از یوسف خان قرضدار بودن، اما گفتم تشویش نکنین، حتما قرضتان هم میپردازیم. حال راحت شدی خانم حمیده؟ ها؟ یک لحظه هم درباره فکر کردی که با این کارایی که تو میکنی سر یوسف و چیما چی تیر خواهد شد؟ اینا را چی کنم خانم؟
یازنه؟ نیک از زیر دار گریخته قسم دروازه را میزنی. درست فهمیدی، از زیر دار گریخته. ما تو را شریک خود ساختیم، اما تو تا آخر همراه ما همکاری نکردی. دیگه چقدر جا باشم ببین تمام زحماتمو به خاک یکسان شد. یازنه گوش کن، وقت برباد شدن ما هم نزدیک شده میره. لطفا از اینجا برو. درست از برو دیگه. تو در کار مداخله نکن. اینجا چی گپ است سلطانه؟ تو اینجا به خاطر چی آمدی آقا رمزی؟ خودت میفهمی که به خاطر چی آمدیم حمیده خانم. میبینم که چیزهایی که دادین خوب به یادتان است، اما چیزهایی که گرفتین هیچ به یاد ندارین. چی از یاد ما رفته آقا رمزی؟ به خاطر بردن وسایل نامزدی آمدیم. به خدا در عمر مثل شما واری مردمای بی غیرت و بیرویه ندیده بودم. همی که بچیم از شر شما خلاص شوه به خدا خیرات میکنم. هرچی دلت میخوای امور انجام بدی، اما تا وسایل خود نگیرم از اینجا جای نمیرم. هر قسمی که خداوند خواسته باشه همه قسم جزایتان بته. خاک در سرتان امرای وسایلتان. رمزی کاکا ببینیم آرام باشین بعد از اعلام که احمق قسمی که وسایل خدا خواستن اما قسم ما میخوایم. آدمای بی شرم، آدمای بی غیرت. به خدا این مردم هیچ غیرت ندارن، هیچ شرم و حیا ندارن. یلماس خان باز آمده میگه وسایل خدا میخوایم. آدم بی شرم. رمزی دیوانه آمده وسایل خدا میخوایم. حالا برات وسایلت نشان میتم. به خدا اگه از حق خود تیر شوم شما حقتون نببخشین باز من حق خود براتون ببخشم. بلیاز خدا حمیده تو چی میکنی؟ صبر کن. خداوند تو را در قهر خود گرفتار کنه. حالا وسایل برات میتم. بس است دیگه. خسته شدم از دست شما بی شرما و بی غیرت ها. آماده باش حالا وسایلت برات روان میکنم. وسایل میگفتی، حالا میبینی وسایل چیه؟ بگی جمعش کن. بگی کلش جمع کن. رمزی گوش نه، فقط که خیرات آورده بودی. بگی وسایل 2 لیره ارزش نداشت. به نظر دی کارایت برات میزه. بلیاز خدا من آرام کن، ما آخر دیوانه خود شدم. وقتی که خانجی اغلو ها با اقا بزرگی شهانه پشت مال خود آمدن شهر نبود. حالا که ما آمدیم باز میگه شهر بست. خداوند جزایتان بده احمقا. وسایلی که مربوط هوا میشه خانم حمیده او را دانه دانه از خانه بیرون مندازه. چی شده؟ به خاطر که نوبت تو هم نزدیک است جگرخون هستی؟ آی یلماس خان، آی میبینی که اینا مرا به چه حالت رساندن. خداوند کلتانه لعنت کنه. حتی نمیخوایم چهره‌تانه دیگه ببینم. درست است حمیده، درست است. کمی آرام باش عزیزم. تکیه کده نفسهای عمیق بگی. اگر فشارتان بالا خود رفت. کجا میری حمیده؟ بچیم آمد. میخوایم پیشی او برو. کجا میری حمیده؟ چرا متوجه خود نیستی؟ با این وضعیتت به هیچ کسی فایده رسانه نمیتونی. نه روز به روز وضعیتت خراب شده میره.
بی رسالت بیبی، مادری همه به ما میزبه. دیگه چی میکردم بچه؟ دیگه هیچ کدام راهی برام نمانده. فقط تو نیستی که این صدمه را دیدی. باور کن ما بسیار صدمه دیدیم. گفتم شاید با این کار بتانم درد تو را کم ساخته و خاطرات او دختره دور بسازم. شاید ای قسم بتانی که او دختره فراموش کنی. ما به او زندگی خدا بخشیدیم. تمام اینا را دوباره برشان روان کن مادر. درست است. این کارام انجام میدم. اما برام بگو که تمام چیز خلاص شد. واقعا خلاص شد نه بچه؟ شما حق به جانم بودین مادر. ببینین زندگیم تباه شد. قسم نگو یک دانی. لطفا ناراحت نباش بچه. باز میبینی این روزام تیر میشه. با گذشت زمان همه چیز خوب میشه یک دانی. بگه پایم باور کن یوسف جان. برات وعده میدم کل چیز خوب میشه. اینا رو دوباره روان کنین مادر. درست است. پنار زود شوین اینا را جمع کده. امرای مراد پس برشان ببرین. یوسف گفت پس ببر. زود باش. او باشه پنار. یلماز خان اگر دوباره تکرار شود میفهمم او پس میآید. او حتما میآید.
مام پس میایه. خوش آمدی دخترم. زنده باشین. فکر نمیکردم که قدر زود بیایی. بیادرم چطور است؟ چطور باشه؟ هیچ خوب نیست. وقتی انسان در حالت باشه میخواد که دوستاش در کنارش باشه. از همین خاطر رفتم به خانم آسیا خبر دادم. تنها با آسیا خانم خبر ندادین. گپایی را که با من گفتین باز بعدن دوبارش گپ میزنیم. حالا ما چی بگویم ها؟ در این زمانه خوبی کردنم گناست. منور؟ کوکو جان؟ دخترم؟ پدر؟ چی حال دارین؟ حتی را که دیدم دگام بهتر شدم دخترم. دخترم کوکو جانه چی حال داری؟ من خوب هستم اما تو چطور اینجا آمدی دختر قندم؟ نه که کدام گپه شده دخترم؟ پدر من از تمام گپا خبر شدم. بیادرم چطور است؟ چطور باشه دخترم؟ خب والا براستی تمام چیز ختم شد؟ خدا میفهم بیادرم چقدر خفه باشه. حتما زیاد جگرخون شده باشه. کجاست؟ خدا در اتاقش حبس کرده. مادر؟ مادر جان؟ منور؟ جانم 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 خوش آمدی دخترم. خوش باشین مادر. خوب کردی که آمدی یک دانی. بله مادر. بچم چطور هستی؟ خوب هستم. بعد تشویش منور بودم خانه رسید؟ رسید بچم رسید. یوسف بیادر؟ تو تشویش او رو نکن. مادر و پدرش کلگی در پیشش هستن. اگر راست شب بپرسی ما کاملا روی خدا گم کردیم یک دانیم. چرا شما را چی شده؟ در اتاق خود کدام چپرکت خالی داری که بیایم بچم؟ چی شده مادر بگوین؟ خب همین در قسمت ما بوده یک دانیم. اگر در اتاق جای نباشه از امیال پلدن خانه را شروع کو در یک جای خانه خوب پیدا کو. چی کنیم دیگه؟ هر دیما باید در خانه کرایی زندگی کنیم. مادر لطفاً بگوین چی شده؟ نه که از کار اخراجتان کرده؟ نه تا حال خو اخراج نکردن، اما هوا خارزادیم است. شاید از همون خاطر مرا اخراج کنن. گفتم از امیال آمادگی خدا بگیرم. راستش من چیز نمیفهمم. اما شما مادرم هستین و سر چشمام جا دارین. هرچی لازم باشه انجام میتم. بچه خب نزدیکترین کس به انسان اولادش میباشه. تنها اولادش میباشه. بسیار حولی زیبا داره. باغچه هم داره. سرسبز نیست اما باشه فرق نمیکنه. خودمون در اونجا هر قسم گل میکاریم. یعنی گلای دلخواه شما را. اما آشپزخانهش کاملا طبق خواسته ماست.
بزرگ و جادار، رو به آفتابم است. من میگم هر چی زودتر اونجا کشت کنیم. البته کمی به ترمیم ضرورت داره، اما ما و شما او را حل میکنیم مادر جان. مادر جان، میفهمم جدا شدن از جایی که آموخته شدن سخت است، اما باور کنین دیگه چاره نیست. به خاطر خوب شدنتان باید از مکان و چیزایی که گذشته را به یادتان میاره دور شوین مادر. کریم، همراه ما نمیای دخترم؟ همراه پدرت میباشه؟ حال دیگه کریم همراه ما نیست مادر جان. از این به بعد ما و شما تنها زندگی میکنیم، مادر و دختر با هم. درست است مادر؟ با ما زبان بازی کردن میتونی نه؟ راحت باش بیادرم، با آنکه دوزی نمیکنیم، آدم هم نمیکشیم، فهمیدی؟ بیا از تمام کارمندا را میشناسی، قسم رفتار که به ملاقات کاری آمدی. امرای عجل خود گپ بزنیم، اگه بالای ما کمی مشکوک شوان باز گپ زدن یادمو میتن. بیادر، اگه به این کار موفق شیم یوسف کاملا از بین خاط رفت. این گپ هیچ وقت فراموش نکنیم. بیا از اگه هدفم تبایی نمی بود در زندگی هرگز این کار نمیکردم. به هر صورت حق ببخش، خدا نکده کدام کار نشه بیادر. گپ های ناق نزن، روحیت عزیز نته، تشویش نکو، چیزی نمیشه. تمام چیزا داخلی است. حالا دیگه کامیابیت مبارک باشه. برو دیگه، موفق باشی بیادر. کل کارا به خاطر تو کردیم هوا، چون هنوزم تو را دوست دارم. به تشویشت هستم، خوب هستی؟
اوه جونیت پدر خوش آمدی. نگفتم که در دور میز باز خواد شیشتیم قدیر. به خدا آدم وفادار هستی برادر. ما سر خود تیر هستم اما از گپ خود نه. برادر این کار خود حتما میکنیم، اما اگه پیش کمره انجام بدیم به ضرر ما خود بود. خودت خو میفهمی. توبه گفتم که یک چاره برش پیدا میکنیم. 2 دقیقه خاموشش میکنیم و کیف خود میکنیم. برادر گفتنش آسان است. اینا دقیقه سنج دارن، رئیس میفهمه. یعنی رئیس دیگه کار نداره قدیر هر ثانیه ای را بررسی میکنه. اگه یک بیگانه تو رو ببینه فکر میکنه که سیف بانک مرکزی محافظت میکنی. مردم دیگه کار ندارن که در این نیمه شب به دوزی کردن پیاز و کچولو بیاین. قدیر تو خودت نگفتی بیادر بیار که یک برو بنوشیم؟ بیادر گفتن خو گفتم. خوب خودت میفهمی دیگه. اوه نه بیادر جان از تو چیز ساخته نیست. چقدر چیزها گرفته بودم. ببین پنیر است، کنسر است، کچالو است. به هر صورت من خیبرم در اینجا در یک گوشه شیشته و تنهایی بنوشم. درست است بیادر، درست است. تو بشین. مطمئن هستی؟ تو آماده بساز، من میرم غمشم میخورم پس میام. زود باش دیگه. غمش خوردم بیادر. خیرت باشه بیادر، رنگت سفید پریده. کدام گپ شده؟ نه خوب هستم قدیر. پدرم مریض شده به شفاخانه برده شه. من باید عاجل خدا برسانم. شفا باشه بیادر، واقعا بسیار جگرخون شده. زنده باشی بیادر جان. بیادر من این کار انجام داده نمیتونم. چی میخوای بگوی احمق؟ گواد آدم رسانده حالا میخوای نیمیل کنی؟ ما و قسم آدم هستم. صحیح واضح گپ بزن احمق. باید به تجلیل کردن بریم. قبر یوسف کندم. حالا دیگه آواز ماست. ای بدبخت، قریب بود قلبم استاد شود. اما مسئله خوبی هستی. خوب است. پس از برکت تو یک پرودکشن به نام جنید باز میکنم. نه دخترم نمیگیرم، هیچ دلم نمیشه به خدا، اشتیا ندارم. اما ما آماده ساختیم مادر. در دستایت برکت دختر مقبول. نوش جانتون پدر جان. هیچ تالا بیرون نشده؟ نشده منور جان. بیرون نشده. اما اگه او دروازه بسته باشه خوب است. خودت بهتر میفهمی. شب بخیر. باده جان خوش اومدی دخترم. هیچ متوجه نشدیم دخترم. خوش آمدی دخترم، بیا اینجا بیشه. بیا. شما خوب هستین خاله حمیده؟ نیستم باده، هیچ خوب نیستم. میبینی؟ هیچ بلای نمان که بالای ما نامده باشه دختر. به خاطر یوسف میگین؟ مام دیروز برش زیاد زنگ زدم، پیام ارسال کردم، اما به هیچ کدامشان جواب نداد. مام به تشویش شدم، از همین خاطر اینجا آمدم. یوسف از هوا جدا شد.
میفهمم، اما شاید آشتی کنن. دانه تا بخیر باز کو دخترم. ای دیگه چه قسم گپ است؟ گپی را که زدی پس بگی. ای کار ختم شد دخترم، ختم شد. ختم شد، اما محرم ختم کرد. بچه ما خوب بی زود آتش می سوخت. وضعیت ما هم خوب معلوم دار است. بیادر؟ بچه یوسف؟ بله از خدا بچه، دایی نیمه شب کجا میری از برای خدا؟ دیگه مداخله نکنین. باده به خاطر خدا امرش برو، بلیاز خدا او را تنها نمان برو. حال گپ ما را گوش نمیکنه، اما به تو گفتم میتونه. چی میشه دخترم؟ برو دخترم بشی، او را بان که کمی تنها باشه. حمیده تو هم به بچه ما کم وقت بده، درست است؟ آف یلماز خان، آف به تو چی بگویم؟ آف 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 آف. یام دیوانه و مجنون شده. خدا خودش میفهمه و کارش. بفرمایین خان صاحب، ما به کدام روز هستم؟ تو کلیده بته. هر جای که میرین مرم ببرین خان صاحب. بته مراد. موبایل جواب بده. هوا موبایل ده. بله؟ خواهر مستم. چی گپ است؟ چی میخوایی؟ تلفن به هوا بده، کم کارش دارم. سلطانه بیشتر ازی از حدت نگذر. یک دفعه تو از خانه کشیدم، حالا یک قسم میخوایی امروش که بزنی ها؟ یا که میخوایی که تو را از آمدن به جنازه ما من کنم؟ خواهر بگه پایم گوش کو. یوسف دیگه یوسف سابق نیست. مثل دیوانه ها شده باور کو. چند دقیقه پیش لباس عروسی هوا را گرفته، خانه را ترک کرد. بسیار زیاد نوشیده بود. بما چی؟ وضعیت دختر ما موضوع کده بهتر نیست. کسایی که باعث این کار شدن باید بشرمن. بله از خدا یک بار گوشی رو به هوا بده. یا تو برش بگو او خودش میفهمه که یوسف خان کجا رفته. ما دبارو 2 نفر فکر میکنم، قسم میخورم. سلطانه چو باش میگم دروغ گوی. فقط که در غم یوسف هوا باشی. تو به خاطر منفعت خود این کارا را میکنی نه سلطانه؟ دو چشمیم کور شد اگه یک ذرم درباره خود فکر کنم خواهر جان. فقط درباره عشق اونا فکر میکنم. ببین که هر دوشان چقدر پژمرده شدن. مادر چی شده؟ چی میگفت خالیم؟ یوسف کدام چیزی شده؟ آی دخترم یوسف بان خدا یک بار ببین که چی شدی. مادر
لطفاً برم بگوین یوسف چیزی شده؟ دخترم فقط یک جانت مانده که برش بیتی بانش هر جایی که میره بره دختر. مادر جان من یوسف هست، شما چرا نمیفهمین؟ اگه اون چیز شوه من زنده بودن نمیتونم فهمیدین؟ لطفاً برم بگوین که چی شده، او کجاست؟ نمیفهمم دخترم نمیفهمم. بیازو خالیتان به خاطر همین زنگ زده بود. یوسف لباس عروسی ده گرفته از خانه بیرون شده. گفته هوا میفهمه که من کجا میرم. پیران عروسی را کجا میری دختر؟ یوسف ای کار نکن، ای کار نکن. یوسف چی میشه؟ ای کار نکن. میفهمی از تمام گپا خبر شدی، از تمام گپا خبر شدی. من میفهم تو چرا از من جدا شدی. من به تو قلب خدا باز کردم، او هم با یک نگاه عاشقانه‌ای که طرفم کردی. تمامش دروغ بود، مثل کارهای دیگه‌ت. چطور موافق شدی؟ چطور موافق شدی قدر پاک خدا برم جلوه بدی؟ چطور قدر دروغ پنهان کردی؟ بخاطر منفعت مادی خود اما تو نیست، بخاطر منفعت خود. ما عاشق تو شدیم یوسف. چی وقت؟ چی وقت عاشق شدی؟ با یاد داری؟ کدام لحظه که با هم بودی واقعی بود؟ کدام نگاهت واقعی بود؟ با یاد داری؟ ما با یاد دارم. ما از روز اول عاشقت شده بودم.
سر هوای واقعی عاشق شده بود. اما حالا دیگه او وجود نداره. من تو را بسیار زیاد دوست دارم، بسیار دوستت دارم. تو از عقب بالای من حمله کردی. چند بار برات گفتم، چندین بار. اگر کدام چیزی میفهمی برام بگو. گفتم برام بیشتر دروغ نگو. گفتم باز ما میبخشمت. اما تو با چشمایم دیده ما رو فریب دادی. نتونستم، برات گفتم نتونستم. من نخواستم که هوا در قلب تو بمونه. من مجبور شدم. خواستم برای همیشه مرا فراموش کنی. فراموش کردن به همین شکل واده؟ محمد، اگه از بودن در اینجا خبر میدادی زودتر میامدم. اگه عجله نداری با هم یک قهوه بنوشیم. آی میبخشید تو را که دیدم هیجانی شدم، گپای من فراموش کردم. محمد در اصل ما میخواستم همراهت گپ بزنم. درباره گپای امروز فکر کردی؟ بله فکر کردم. سر رای ما هیچ مانعی وجود نداره، همه تو نیست؟ محمد، من یک تصمیم گرفتم. ما خواستم بالای تو باور کنم. خواستم مادر اولادایم شوی. خواستم خانه من بشوی. اما دیگه سرت اعتماد ندارم. یوسفی کار نکن. لطفاً این کار نکن. یکی از اینجا بریم، از این قریه بریم. عشق خدا گرفته از اینجا بریم. اصلا هر قسمی که تو بخوایی، بدون پول، بدون خانواده، بدون خانه. اما من از خود جدا ساخته نرو. اگه تو همراهم نباشی من از بین میرم. من بدون عشق تو زندگی کردن نمیتونم. یوسف، من تو رو بسیار دوست دارم. باور کن بدون تو میمونم. لطفاً من از بین نبر. لطفاً این کار همراهم نکن. امتحان کن، یک دفعه نگام امتحان کن، اما این کار نکن. من اعلان نکن. خواهش میکنم یوسف. بفهمم گناهایم زیاد است، یک عالم گناه است. باور کن گفته نتونستم. ترسیدم. به خاطر ترس از دست دادن تو مجبور شدم همیشه دروغ بگویم. اما تمامش به خاطر تو بود. قسم بخورم به خاطر تو بود. مرا اعلان نکن. با خاطر ما بود. پاداش محبت ما می بود.
دیگه به تو باور کردن نمیتونم. یوسف لطفا این کارو نکن. یوسف چی کردی؟ نباید این کارو میکنی. چرا این کارو کردی؟ نباید این کارو میکنی. یوسف نباید این کارو میکنی. نباید. یوسف تو چی کردی؟ یوسف چرا این کارو کردی؟ یوسف چرا؟ نباید این کارو میکنی. نخواستم استاد باشیم و گپ بزنیم. دیگه یکی اینجا بسیار دوست دارم. بسیار زیباست. خوش آمدین آقا. خوش باشین. غذاهایشون بسیار مزه‌دار است. من گوشتن نیستم محمد. بس درست است اگه چیز می نوشیم. میشه فهرست نوشیدنی ایتونه برین؟ با من یک قهوه بیارن. یک کمی خو می نوشیم. میفهمی که فردا کشکشی داریم. درکم کن. باید وقت بدار شوم. با ما 2 قهوه بیارین. میبخشی وقتی تو گفتی فکر کردم. من زیاد هیجان زده شدم. چشمایم دنیا را ندید. یعنی هم به صبرانه منتظر شنیدن تصمیم تو هستم و هم زیاد میترسم. باز زیاد گپ زدم. بهتر است که خاموش باشم. محمد وقت من همراه تو بسیار خوب سپری میشه. کارم هم بسیار دوست دارم. از تو هم واقعا خوشم آمده. اما فقط به عنوان یک دوست محمد. فقط به عنوان یک دوست. راستش نمیخوایم رابطه ما بیشتر از این باشه. من میخوایم همراه تو همین قسم ادامه بدم. البته اگر تو هم خواسته باشی. دخترم کجاستی تو؟ دماغ جهنم. این دختر فقط به خاطر تو به این حالت رسیده. هوش کنی دروغ نگویی. هوش کنی بازی نکنی. دیدی؟ ایام نتیجه صداقت داشتن. حال دخترت میناله. بانک جزای خود ببینه. از تو کده کدام جزا با ما بدتر بوده میتونه رمزی ها؟ شماره مورد نظر خاموش می باشد. خدایا تو با من صبر بده چی کنم؟ موبایلش هم خاموش است. خانم چند بار برات گفتم به کسی زنگ نزن. دختر تو بغیر از اینجا کدام جای دیگه برفتن داره؟ خداوند خودش جزایی تبه رمزی همین برات کفایت میکنه. لوده دیوونه کد من. آی من دیوانه خود شدم یلماز خان. بلیاز خدا ای بچه ده این اسم شب کجا رفته میتونه؟
آی خدایا خیرش پیش بیاره. شین این شریفه خانم است؟ بفرمایید. غیر قابل باور است. یعنی بیرویی زن غیر قابل باور است. به خدا توبه، ما دیگه دخترش را نمیخواییم. با وجودی هم واقعیات بازم زنگ میزنه، او هم در نیمه شب. اقا بیرویی را ندیده بودم. حمیده جان، شاید هوا از خانه خود برآمده باشه. امکان داره مادرش به همین خاطر زنگ زده. احوال محوالش از ما نگیره، به خاطر که هیچ در قصه دخترش نیستیم. ای که در کجاست، چی میکنه، هیچ در قصهش نیستیم. راستی این زن به خاطر چی به تو زنگ میزنه؟ معلوم دار است، شاید نمبر خانه ما را نمیفهمن. بهتر است که نفهمن یولماس خان. ها هیچ نمیخوایم که شماره تلفنی خانه را بفهمن، نشانی خانه را فراموش کنن، تا را فراموش کنن، مرا فراموش کنن، فراموش کنن دیگه. توبه حمیده، بده ما چند بار بگویم که به هیچ کس زنگ نمیزنی، نه به هوا نه به کسی دیگه، فهمیدی؟ تو فقط به خاطر یافتن یوسف نبر آمده، شاید پیدا کرده باشه و با هم آشتی کرده باشد. تو حق نداری مداخله کنی زن. تو بی غیرت آوری اینجا منتظر بشی. من میرم. کجا؟ به پالیدن دخترم. اگه بالای او کدام بلایی آمده باشه، از تو جدا خواهد شدم رمزی پفک. تو رو هم گفته بودم دختره تو. واقعا قسمی که تعریف کرده بودی اینجا بسیار مقبول است. با امید خدا یک روز میاییم و غذای اینجا را میخوریم. درست است، میایم با حیث دوست. ما تشویش یک گپ دارم باده. تو واقعا مرا به خاطر که یک دوست فکر میکردی رد کردی یا که کدام دلیل دیگه داره؟ چی بفهمم؟ شاید درباره کس دیگه فکر میکنی؟ نه خیر محمد، تنها دلیلش همی است. درست است. گپایی را که گفته مردی ما فراموش میکنیم، مثل سابق فقط دوست باقی میمانیم. شاید بعد از یک مدت مفکوره تغییر کنه، باز شیشته با هم دوباره گپ میزنیم. حالا بریم؟ من تو را میرسم. نه خیر، من همراه تاکسی میرم. البته که با تاکسی میری، اما وقتی که من نباشم. درست است، هر قسم که تو میخوایی. میشه که حساب ما را بیارین؟
خسته نباشه. یک بوتل نوشیدنی برات. چشم. الو سر سرک ست کدی بیادر بیا موتر تا پس کو چند دقیقه صبر کو، عجله نکن. در سر سرک ست کدی من خب بیکار نیستم تا صبح اینجا ساعت شوم. دی وقت شب از جانت سیر شدی چطور؟ اگر سیر شده باشم چی کدم میتونی؟ فرض کو که سیر شده. او یوسف نیست؟ یوسف 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 بچه کوکو علاج کو چی میکنی؟ یوسف علاج کو چی میکنی؟ علاج کو یوسف یوسف آرام علاج کو بچه کوکو چی میکنی؟ یوسف آرام باش بس کن دیگه یوسف لطفا یوسف اعصابت که خراب است این جنون نبرای لالا. گپ نزن احمق. اعصابت خراب است دیوانه هستی. یوسف پس از یوسف بس برای خود بس کن دیگه بیا یوسف برو بچه کوکو برو. آقا جلال اینا رو از بین خواد برد. خواهر تو در این وقت اینجا چی میکنی؟ زود باش بگو دخترم کجاست. جیغ نزن خواهر، لطفا آرام باش. من چی بفهمم که دختر گپ کجاست؟ ما گوش کن سلطانه. وقتی یوسف نبود خوب برای سنگ زده تانستی. حالا باید رو بفهمی که دخترم کجاست. خواهر قسم میخورم که نمیفهمم. اگه خبر شدم برات زنگ میزنم تو از اینجا برو. گفتم از سر رایم پس شو. خواهر اعلایم کو. بسیار تعجب کردم. با خدا بسیار تعجب کردم. در این وقت شب زنگ زدی امو برات کافی نبود که حاله اینجا آمدی و برای ما مزاحمت میکنی؟ ما برات نگفتیم که کل چیز خلاص شده ها؟ نگفتم که اگه آسمان به زمین بخوره این کار هیچ صورت نخواد گرفت؟ این قسم لازم نیست عذر کنی. ما به خاطر عذر کردن اینجا آمدیم حمیده خانم. به خاطر دخترم آمدیم. بیادر چی گپ است؟ دیگه چی شوه؟ نمیبینی که این زن در نصف شب مثل شیطان داخل خانه ما شده؟ ما بعد از این کس را به نام هوا نمیشناسیم، نمیخواهیم هم که بشناسیم. ای که او دختر کی است و در کجا است هیچ نمیخواهیم که در باریش بفهمیم. مادر جان لطفا آرام باشین. اگر این فشارتان بالا خود رفت. قلب ما مثل قلب شما میسوزه خانم حمیده. بالاخره ما هم یک مادر است و وقتی سلطان از زنگ زد دخترم در حالت بعدی قرار داشت و ما گفت که میرم یوسف پیدا میکنم، اما تا حال نه زنگ زده و نه به خانه آمده. تو چرا به او زنگ زدی سلطانه؟ به خاطر زنگ زدم، گفتم شاید از یوسف خان به ما خبر بده. فقط به خاطر یوسف خان زنگ زدم، دیگه چی دلیل داره؟ دیگه کافیست. گفتم کافیست. نمیخوایم که هیچ چیز بشنوم، فهمیدین؟ دیگه نمیخوایم هیچ چیز را بشنوم. نمیفهمم ما چرا نمیتونیم از شما نجات پیدا کنیم. بیا خانم کمی آرام باش، آرام باش. همین دخترم الیاس خدا برم بگوین لطفاً. خواهر قسمی که تو جگرخونه هستی اونا هم همین حالت دارن. سلطانه لطفاً برم بگو دخترم کجاست. یوسف بچه من لطفاً برم بگو دخترم ده کجاست. دوادیاش خواب وضعیتش هیچ خوب نبود. اگه خواسته باشین پیشش زنده باشی بچم. درست از خودم میرم. درست است من کمکت میکنم. رسیدیم بیادر. ده همینجا منتظر ما باش، ما پس میایم.
دخترم. هوا دخترم، هوا دخترم، یک دانه میسوزه. خدایا خودت کمک کن. هوا بخیز دخترم، بخیز که میسوزی. بخیز هوا، بخیز که از اینجا بریم. هوا بخیز دخترم، بخیز. هوا جان مادر بخیز، کم است که تو آتش بگیری. بخیز بخیز جان مادر، ایره به من بده. بخیز دخترم، هوا جان دختر یک دانم. بخیز ایره رها کن. بریم دخترم، بریم جان مادر. حالا بخیز دیگه، حرکت کن که بریم دخترم. بیا جان مادر، بریم زود از اینجا بریم. دخترم نزدیک بود که در آتش خودت آن بسازی. بیا که از اینجا بریم دختر، یک داریم. کمانده بیا تا موتر خونه برسانیم. باز به خانه میریم. بیا پایین شو، پایین نشو. بیا در جان، خود ما آمده میتونیم. بیا دخترم، آیستا دخترم، آیستا. آفرین دخترم، آیستا. سوار شو، پایت بالا کن. حالا بیا در جان، حرکت کن. بچه من نوزام اما قسم است. بچه مثل یک جسد شده، هیچ جکار نمیخوره. یلماز خان باید او رو پیش دکتر ببریم. خانم کاکا او رو چیزی نمیشه، بانم کم استراحت کنه. محمد راست میگه خاله حمیده. بچیم وقت شما امرایش بودین، پس چرا اجازه دادین که یوسفو کار انجام بده؟ ما امرایش نبودم کاکا جان، من امرای باده بودم. میخواستم باده رو به خانه برسونم، دیدیم همراه او آدم درگیر است. یعنی چطور؟ محمد تو میخوایی ایره بگویی که بچه من مثل دیوانا در بین سرک جنگ میکرد؟ خانم کاکا لطفاً کمی آرام باشن، لازم نیست تشویش کنین. امی که یوسف دیدم اینجا آوردمش. پس اونا با هم دیگه کجا رفته بودن؟ فکر کنم ده همو وادی که میخواستن عروسی کنن رفته بودن. آی خدایا تو ما را حفظ کن. خدایا تو دست ما را بگی. بچه فرار میکنه، دختر پشتش رها نمیکنه. دنیا بیخی سرچپه شده. تو با خدایا. دختر مقبول ما، تو رو بسیار خسته ساختیم. به خدا لطفاً ما را ببخش. دهی دیگه چی گپ از خاله حمیده؟ کاش که زیادتر از این از دستم میامد. تو همیشه در کنارش باش ها، همیشه از او حمایت کن. او بیچاره خو میگه که تمام شد، اما تا وقتی که داغی عشق لعنتی از ذهن و قلبش فراموش نشه، به حمایت تمام ما ضرورت داره. شما هیچ تشویش نکنین. خب دیگر ناوقت شده، با اجازهتان من میرم. من میرسانمت. محمد جان، من امرای مراد گپ زدم، او باده را میرسانه. تو هم بسیار خسته شدی، برو استراحت کو بچیم. خاله حمیده حق با جانب بسن. شاید یوسف با چیزی ضرورت پیدا کنه، تو همینجا باش. درست از فردا در شرکت میبینیم. با امید دیدار. بده دخترم، ایره با من بده. خیر ببینی دخترم. شاید ایره نوشیده کمه با خود بیاره. بچه یک دانه مادر، میفهمم قلبت شکسته، اما باید از این عشقت منصرف شوی. دیگر راهی وجود نداره. اگر نی آتش
هم تو را و هم ما را می سوزانه یک دانیم. او خوابیده حمیده؟ پس تو هم بیا کمی استراحت که کارم شدی خواهم. نه خیر تو برو بخواب. من میخوایم کمی دگام همراه بچیم باشم. بچه قنده، بچه گلم، بچه بیچاره من، بچه کمتالی من. بیا جانم، حالا کمی دگام تحمل کن. ایره چی شده؟ در دست خود چی نگرفته؟ تو حالی سوال کردن نبان. برو ده یک چیزا بیار که یک بار دست روی خدا بشویه. بیا بریم دختر یک دانیم. بیا آیسته جانم. شب بخیر. شب تو هم بخیر. شب بخیر باده. زنده باشین پدر. میبینم که تا وقت بیرون هستی. ترکی تو اینجا رساند؟ راننده یوسف خان پدر. یوسف خان با تو یک راننده مخصوص پیدا کرده ها؟ خاله حمیده نخواست که مدعی وقت شب تنها بیایم. دهی دیگه چیگه پس؟ معلوم میشه که به تمام خانوادهشان تو ارزش قائل هستی. بسیار خوب. اما اینجا قریه کوچک از دختره. اگه همراه او به چه بدنام شوی چی؟ خانجی اغلا در تمامی مورد فکر کردن همه طور نیست؟ اگه کارایتان به این شکل ادامه پیدا کنه ما هم خاموش نمی باشم گفته باشم. شما حتی نمیفهمین که از کجا گپ جور کنین. فقط میخواین مرا ناراحت بسازین. هیچ باوریم نمیشه. بیا ده اینجا بخواب. آیسته هوا دخترم ایره بته به ما بته درست است بخواب. آی خدایا حال تب از کجا شد دیگه؟ دخترم کدام جایت خود درد نمیکنه اما تو نیست ها؟ سفارشتان آماده است، اما گفته باشم آتش قلب هوا را با یاب خاموش ساختن همه تانی. هلا تو دیگه بیرون شو.
دخترم تو بیدار شدی یک دانه؟ باش که ببینم. خوب است، تبت کم شده. تمام شب همراهی سوختم دخترم. تا صبح بالای سرت بودم. تو مادرت بسیار ترساندی. یوسف زنگ زده بود مادر. پیران عروسیم کجاست؟ کجاست مادر؟ دخترم دیگه لباسی وجود نداره. یه عروسی نمیشه. یوسفی وجود نداره. دیگه خلاص شد. میفهمم بسیار سخت است. میفهمم که در آتش میسوزی، اما باید فراموش کنی. باید کلی چیز فراموش کرده و فکر آیندت باشی. با گذشت زمان کلی چیز خوب خواهد شد. به ما باور کن. با خالیم زنگ بزن مادر. نام او را دیگه به زبان نیار. تمام اینا به خاطر او شده. مادر به خالیم زنگ بزن، باید امروز صحبت کنم. تو استراحت کن. حالا دختر قندم. بعد از این موبایل است و نه از این خانه برآمده میتونی. اگه به خالیم زنگ نزنین خودم پیشش میرم. اگه بومورمام زنگ نمیزنم. ما دختر خود از سر سرک نیافتیم. یوسف از قلبت بیرون کو و خانجی و غلوها رم برای همیشه فراموش کو. فهمیدی؟ آی لعنتی. چی شده؟ هنوز بیدار نشدی چطور؟ بله. آخه آجنا زود شو. اینجا بیا زود شو. عجله کن. خیرت باشه. کدام چیزی شده؟ اگه تو به این کارت ادامه بدی باز ما رام نمی باشم. وضعیت هوایش خوب نیست. یوسف خواه به یک طریق خود نجات داد. اگه ما دست به کار نشیم باز بسیار ضرر خواهد کردیم. خیاش نه توی ریت نمیفهمی. خب حالا ما چی کنم؟ مرا دیوانه نسا. زود اینجا بیا. هوا همه که چشمای خود باز کرد نام تو را گرفت. خیاش نه حتما چیزی در فکرش آمده. درست است میایم. دی صبح وقت میخوایی کجا بری؟ دختر تو دیگه کی هستی که از من حساب میپرسی؟ ها؟ اگه کسی پرسید بگو کار عاجل پیش آمد. اینجا رم جمع کن. بله
یوسف خواب بودی؟ نه بیدار شده بودم. میبخشی که دهی وقت زنگ زدم، اما بعد از اتفاقات دیشب با تشویشت بودم. حال چطور هستی؟ حالا خوب هستم. فکر کنم دیشب زیاد بی خود بودم. معذرت میخوایم. لازم نیست معذرت بخوای یوسف. انسان بعضی وقتا به قسم حالات دچار میشه. کل چیز خوب خواهد شد، تشویش نکن. به هر صورت باز در شرکت میبینم. اما رئیس، ما امروز کم ناوقت میرسم. میفهمی که کشکشی داریم. خب درست است. لازم نیست عجله کنی، باز میبینی. روز بخیر آقا رمزی. من باد پولولی هستم. بفرما دخترم. ما تمام لوازم خود جمع کردیم. چند دقیقه بعد به خانه میریم. میخواستم بپرسم میشه بعد از اینکه مادر من خانه بردم دکان آمده پولتو نبتم؟ البته میشه دخترم. فرار خونه میکنی. بیا از ما امروز کمی ناوقتر دکان باز میکنم. روز خوش دخترم. زنده باشین. خواهر کار تمام است، میتونیم حرکت کنیم. بسیار خوب. آماده هستین؟ اینا لوازم خانی ما را کجا میبرن؟ تو اینجا چی میکنی دخترم؟ مادر جان، من خب قبلا همراهتون گپ زده بودم. گفته بودم که از جای دیگه زندگی میکنیم. امروز از اینجا کوچ میکنیم. دخترم، من و مادر در موتر سوار میشیم. هوا سرد است، خونک خود خورد. یا نمیخوای من رها کنی ها؟ اتو نگوین پدر. باید یک مدت این وضع تحمل کنیم. تو از کی اجازه گرفتی؟ اینجا کاروانسرای است چطور؟ هر وقتی که خواستی میای و هر وقتی که دلت شد از اینجا میری. همونطور است نه؟ چیغ نزنین پدر. ما در این مورد قبلا با هم گپ زده بودیم. من به خاطر خودم نمیرم. دکتر گفته که مادرم باید یک مدت از اینجا دور باشه. چرا نمیفهمین؟ اگه این مادر تو از پس خانم مام است، بدون اجازه من هیچ جای رفتن نمیتونم. تو هر جایی که بخوای میتونی بری مادر جون، اما مادرت در خانه خود میباشه. این موضوع فقط مربوط ما و شما نمیشه پدر. این را بفهمین. دوباره کار خدا کردن. ما از این خاطر میخوایم بریم، فقط به خاطری که مادرم راحت باشه. بودو درست است مادر جان، گریه نکنین. گوش کنین پدر، گوش کنین که مانع من نشه. تمام کستایتون رو گرفتیم. وقتی رسیدین صبحانه خورده موسیقی میشنویم. درست است؟ این موضوع در اینجا بستن نخواهد شد دخترم. من شما را به حال خودتان نمی‌ذارم. آی نمیفهمون که پیشش برم یا نی. حمیده بیا از او تمام شب پیشش بودی. بچه ما را کم تنابان. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر دخترم. بیا در مال استراحت کده. همین قسم معلوم میشه. بچه یک دانه ما، تو چطور هستی؟ از قبل کده بهتر هستی اما تو نیست؟ کجا میری بچیم؟ امام میکنم مادر. خوب است. برو امام کو باز بیا بالا که صبحانه بخوریم. درست است، منتظرت هستیم. تو چی میکنی حمیده؟ طفل خونیز کلان آدم از جانم. آی الماس خان، تو چشمای او را ندیدی چطور؟ کاملا مثل کاسه خون شده. این خون سردی تو مرا از بین خود برد به خدا. تو در اینجا چی میکنی سلطانه؟ من تو را از اینجا بیرون نکده بودم؟ تو چرا هیچ به گپای ما گوش نمیکنی؟ ما به دل خود اینجا نآمدیم خواهر، هوا مرا خواسته. اما تو از کجا خبر شدی؟ آمدی خیاج نه؟ بیا اینجا زاد نباش. رمزی شما دو نفر با هم دستی یکی کده میخواین دخترم از بین ببرین، همو تو نیست؟ خواهر باز تو هم گپایی دیوانه را قبول کردی و اینجا آمدی؟
من اجازه نمیتم که هوا رو ببینی. چرا قسم میگی خواهر؟ هر کس بشنوه فکر میکنه تمام اتفاقات تقصیر ما بوده. دخترم فقط به خاطر تو در این حالت از سلطانه. حالا دیگه از همورایی که آمدی پس برو. خاله تو چرا از جایت خیستی دخترم؟ من برات نگفته بودم که استراحت کو؟ خاله لطفا داخل بیا. نه خیر جانم، اجازه نمیتونم. مادر این قسم نکنین. خاله بیا. هوا دخترم چرا در مورد خودت فکر نمی کنی؟ فکر میکنم مادر. ازم این خاطر خالیم اینجا خواستم. حالا دیگه بیا. لعنت به اون پدری که مثل تو باشه. چطور هستی؟ یوسف چطور است؟ از تو بهتر. وقت شب خانه آمد کاش میدیدیش. سر پای خود استاد شده نمیتونست. ذهنش، قلبش، تمام وجودش نابود شده بود. یعنی هیچ یوسف خان به خود نبود. در جایی که عروسی ما برگزار میشد رفتیم. دوادی عاشقا. اما او رفت و من ماندم. مادرم میگه که خودش مرا اینجا آورده، ولی من هیچ چیز به یاد ندارم. تو به مادرم گفتی که من اونجا هستم؟ نه خیر. وقت مادرت پیدایت نکرد مثل دیوانا خانه ما آمد. سر صدا میکرد که ده همون وقت یوسف خان آمد. گفت هوا دوادی است. گفت پیش دخترت برو او رو تنها نمان. من خوش نمیفهمم که یوسف چرا تو میکنه. هم میگه که نمیخواه ببینه تو، همه قدر به تشویشت است. پس هنوزم مرا دوست داره. او هم از من منصرف شده نمیتونه. عشق ما از دیگرها بسیار متفاوت است. هیچ میفهمی وقتی از معشوق دور باشی و او را دیدن نتانی چه احساسی داره؟ عشق غمی است دیگه. با یک بار مرگ از بین نمیره، بار بار تو را از بین میبره، اما خودش هرگز نابود نمیشه. میایی بیادر جان؟ میایم خواهر جان میایم. پس بیا که یک جای بریم. درست است هوا. یوسف تو را فراموش نمیکنه، اما تو حمیده را میشناسی ها؟ آمدن تا خود او خانه در جاش بان، حتی نمیمان از کوچیشان تیر شوی. ما و یوسف همراهی هم دیگه وعده کرده بودیم. ما قسم خوردیم خاله. کل چیز در یک شب نابود میشه. به نظرت قدر آسان بوده میتونه؟ ها؟ درست است. مام خود باره یوسف خان چیز نمیگم، من حمیده را میگم. یوسف یک بار اینجا بیایه، مرا ببخشه. باز ما دیگه چیز نمیخوایم. حمیده خالمان به مرور زمان قبول خواهد کرد. شاید او هم مرا ببخشه. خب درست است.
حال کدام رای حال دیگه در فکرت است؟ چی خود کدی؟ از اول شروع میکنیم خاله. این قصه دوباره نوشته میکنم. با اون نشان میتونم که هوایی که در قلب او از دروغ نیست. بعد از اتفاقات فکر میکنی دوباره نوشته که در خود تانستی؟ نوشته خود شد. باید نوشته شود. آرام نمیشینم و اجازه نمیتونم که او را از دست بتم. ای چلا یک روز حتما از ما میشه و در انگشتم قرار میگیرم. باور دارم. حال بالای اعتماد نداره. حق بچانه بس. اگر من بجاش میبودم و میکارم میکدم. ولی ثابت میسازم که تمامی کارا به خاطر عشقی که نسبت به او داشتیم بوده. اگر موفق نشدم باز او روز حتما روز مرگ من خواهد بود خاله. به خاطر که او برای من بسیار ارزش داره. او تمام زندگیم است. او را از دست دادن نمیتونم. به هر قیمتی که شوه خاله و به هر شکل و به هر طریقی که باشه او را به دست میارم. و تو باید به من کمک کنی. گپای هر دویتان شنیدم. اگه شما پشت خانجی اغله ها را رها نکنین و این موضوع را همینجا بسته نکنین باز به هر دویتان حق من نمی بخشم. مادر این قسم نگوین. هوا مادر ما بدون یوسف حتی نفس کشیده نمیتونم. پس لطفا امروی ما این کارا نکنین. خاله هر چیز زودتر یوسف پیدا کو و امرش گپ بزن. درست است؟ چی شد؟ مشکلش چی بود؟ دخترت بسیار هوایی شده. میگه به هر قیمتی که شده همراه یوسف خان عروسی میکنم. فقط میگه یوسف خان مرا میبخشه و دیگه هیچ چیزی نمیگه. خوب است دیگه. این خوب نفع ماست که آشنا تو هم باید خوش باشی. زیادم دلت خوش نیاز نه. بعد از این دخترت بدون از یوسف درباره چیز دیگه فکر نمیکنه. یعنی بعد از این دیگه سر از دیگه پا رای نمیزنه. او قدر از فایدهش امید نداشته باش. هم میبینم که تو هم کم کم ناامید شدی. هیچ برات نمیزه بخی آشنا. اما تو تشویش نکن. یک بار اونا دوباره یک جای شون آشتی کردن نکاح کنن ما باز به خواسته های خود میرسیم. بچی قنده دبش قابت هرچی ماندم دست نزدی. کمی بخو جانم ها. چایتم سر شده. میخوای دیگه بندازم؟ محمد بچیم چرا به یادم ننداختی که با درم به صوبانه دعوت میکردیم ها؟ امروز آمده نمیتونم. یعنی کوچ کشی داره. بس آنتر ما کمکش میرم. وای به خدا با ما هیچ فکر نمانده. راست میگم. پس امروز پنار یک دفعه روان کنم که چهار اطرافشان یک بار جمع و جور کنه. او دختر بیچاره ده هر کار ما میدوه اما ما هیچ وقت برش کمک کردن نتونستیم. حمیده گپ کلان نساز. بیاز و یوسف هرچی لازم باشه انجام میده. بچیم اگه میخوای یک چند روز شرکت نیا ها؟ ما هم قسم فکر میکنم بچه کو کنم. خوب میشه که یک مدت از کار دور باشی و استراحت کنی. نخیر نمیشه. چند روز بعد تفتیش به خاطر محصولات مزرعه میآید.
من خواستم یوسف متوجه می باشم. بچیم تو خو اونجا هستی، اما بچیم به خاطر این کار بسیار زحمت کشید، اما تو نیست. به نظر من باید سر کار و بار خود باشه. باز مارکت خو هست نی؟ یعنی شما میخواین که بادر در کارات نبانین؟ با او دخترم نباید قدر مسئولیت بتین. من کمکش میکنم خانم کاکا تشویش نکنین. اگه یوسف چند وقت آرام باشه شاید بخواه با هوا گپ بزنه. بچه با شرکت میرم مادر. در این خانه نام او دختر دوباره نشنوم. این یک خواهش است. آفرین به تو دخترم. اول فکر میکردم به زندگی کردن امید نخواد داشتی، اما حالا که بدون چونه چرا بر افتادی بسیار خوش شدم. بیبی همه چیز خوب میشه. کارهایم هم در روزا بسیار خوب پیش میره. یک بار رفته کمیشن خود از خانم باده میگیرم. چی؟ گفتی خانم باده؟ با او خانه پیدا کردیم. در دکان آمده کمیشن ما میده. پدر کلید دکانه بده. یک دقیقه صبر کن. مسئول دکان هستم. مسئولیتشون به دوشم همیشه. من در قصه پولش نیستم پدر. امرای باده گپ میزنم کلید بده. برو در یک جای دیگه گپ بزن. ما به خاطر کار بسیار زحمت کشیدیم. در کباب استخوان نشو. پدر تو به خاطر دکان امروز شهرداری نمیرفتی؟ اگه دکانت دوست داری اول اونجا برو کلید بده به من. طرف مسئل کو. لوازم هوا را از اینجا بردین یا نه؟ هیچ وقت پیدا نکردیم خانم حمیده. پس پیدا کو. توبه توبه. ما به هیچ وجه نمیخوایم که هیچ کدام وسایل و دختر در این خانه باقی بانه. نباید او وسایل بچیم ببینه پنار. بیازه ما اونا را در یک جای گوشه جمع کردیم خانم حمیده. راستش مراد امروز به خاطر دکان در شهرداری نوبت گرفته. او را چی کنیم؟ بان دیگه پشتش نگردین دختر. بان که تمامش از اونا باشه. کل چیزا از اونا باشه. تمام وسایل صدقه سر بچیم. حالا دیگه برو اتاق یوسف پاک کو. خانم موبایل یوسف خان در اتاقش یادش رفته. کای با بچه ما فکر مانده. پاکش کردم. کاش که میتونستم او دختر از قلب بچیم پاک کنم. کاش که صبح بخیر رئیس. ما میخواستم پیش تو بیایم. داخل بیا که گپ بزنیم. های های خب نفرای را گفته بودی چی وقت میان؟ باید به کار خود شروع کنیم.
منصرف شو. شاید عصبانی شوی اما ما بالای مزرعه ناق زحمت کشیدیم. اما چرا؟ نیکو و اشخاص وقت آمدن و رفتن. قلب تو پاک بوده جنید. اونا با زودی از هم جدا میشن. چی میگی بیادر؟ یوسف و هوا از هم دیگه جدا میشن؟ و هم قسم که راه برگشت وجود نداره. توبه توبه. مطمئن هستی که دوباره با هم جور نخود آمدن بیادر؟ فکر نمیکنم، به خاطر که تمام بازی های هوا برملا شدن. یوسف خانم پس در مورد من خبر شده. هنوز امروز گپ نزدم اما قسم معلوم میشه. رفیق، اگه خواسته باشه دی وقتا زیاد خود اینجا نشان نده. یوسف همراهت رفتار خوبی نخواد کرد. بیا از ما کار خود خلاص کردیم. کل چیز بسیار خوب پیش میره به خدا. بسیار خوب شد که من اینجا آمدم. اونا با هم آشتی نخواد کردن؟ نصیب و قسمت از دیگه نمیفهمم. هرچی که میشه به خیر خوبی مو باشه.